حالا بپرم نمیمیرم. وای خوب که خوب فرود اومدم. بگذاریم بچه، یه مود آوردم عالی با فیزیک، گرافیک و همه چیزایی که الان بهتون میگم. بریم که مودو براتون بگم. خب بچه اول از خصوصیت های این مود میخوام براتون بگم. اول شیدرش رو براتون میگم بچه. نگاه کنید بچه، شیدر خوبی داره، شیدر خوبی واقعا داره. ببخشید من کوچولو اینجا لگ میشم. شیدر واقعا خوبی داره. خورشیدش هم خوب، یه کوچولو فرق کرده، زیاد فرق نکرده. شیدر برگ و همینطور چوبی که الان میبینید، خیلی چیزا اضاف شده بچه. و من مثلا الان تخت رو میبینید چقدر بهتر و شیدری تر شده. خدای گرافیک تخت بهتر نشده؟ بله، ویلیجر هم تغییر میکنه. و حتی زره من، اگه دقت کرده باشید زره من. بریم فیزیکشو براتون بگم بچه. فیزیکش هم خوبه. برگای درخت رو میبینید داره میریزه، این مال فیزیکشه. میبینید اون زامبی رو داره میسوزه، اون مال فیزیکشه. راه رفتن زامبی هم مال فیزیکشه. خب نگاه کنید، فیزیک دیگه یا شیدرین چه بدونم چی بهش میخواین بگین. چیزی که داخل دست منو میبینین تخم ویلیجره. و نگاه کنید داخل دستتون واقعا خوب نمایش داده میشه. مثلا نگاه، وقتی میفتی این انیمیشن بهش داده میشه. و حتی موقعی که اینا میگیریم انیمیشن بهش داده میشه. مثلا پرتش کنم، وایسا، نه ولش کن. نگاه کن، اول من شمشیر رو تعریف کنم. شمشیر رو موقعی میزنی اینجوری میکنه و خیلی چیزای دیگه هست. من نمیتونم تو ویدیو تعریف کنم زیاد، مالشم تو تلگرام میذارم. نگاه کن، اینو ازش میری بالا اینجوریه. حتی گذاشتن براکم چیه. و خیلی اینم همین هر چیزی داخل دستتون چیز داره. و اینم گرافیکش تغییر کرده. یادم رفت بگم بهتون، وقتی فانوس رو داخل دستتون میگیرین بچه، واقعا بازم راستی این مود برای جاوا هم هست. همه چیزها تقریبا تغییر کرده بچه، همه چیزها تغییر کرده. بریم یه چیزای دیگه بهشون نمایش بدیم بچه ها رو. خب اینو میارم، اینو و چی بیاریم دیگه. همه‌شون تغییر کردن. اصلا ویدیو یه روز وقت میبره من تکمیلش کنم. خب نگاه کن، ما فندک رو میاریم. فندک خیلی انیمیشن داره، انیمیشنش خوبه. دیگه چی بیارم؟ از این حالا از اینو تو غاره تست میکنم. این خوشگله ها. اینو نمیگم خوشگله، اینه که تو دستم و بازم داخل دستتون انیمیشن داره. و اینو میذارین یه کوچولو تغییر کرده ولی اصلش همینه که با فندک آتیشش میزنیم و میپکه دوباره انیمیشن داره. پشمام. راستی شما اینو نفهمیده بودین که موقعی میخواین آتیش بزنین میزنین بهش، موقعی میخواین آتیش بزنین میزنین بهش، یه پک اینگاری دوتا سنگ با هم چیزای اونجوری رو با هم میکنیم، یه چیز درست میشه. واقعا هم گرافیکش خوبه آقا، نگاه، هم گرافیکش خوبه، همه چیش خوبه. اینم زیاد فرق نکرده ولی خب همین الان ویدیو رو سابسکرایب کن. نکردی یا نگاه کن، شانس منو وسط ویدیو اینا پیدا میکنم. نگاه کن الان من مثلا میام اینجا، مثلا دیدی چجوری بهم نگاه کرد؟ دیدی از اون بالا چجوری بهم نگاه کرد؟ الان فکر دیدی دوباره نگاه کرد، الان دیگه نگاه نمیکنه متاسفانه. چشاشو گرفت. نه رفت تو اون. خب چیز دیگه ای که میخوام بهتون نمایش بدم شیدرشه. دوباره توی غار که میرید چیزایی داره. این مه رو خودغار داره، درسته؟ خب یه مه‌های دیگه اولا مهش افزایش یافته، بازی داره، یعنی مهشو نگاه کن. اینا
این باز فیزیکشه. زامبی رو نگاه. خدا ببخشید با این میذارم زمین وایس و همینو بیارم با این بزنم زمین. خب نگاه کن خیلی چیزا تغییر کرده. آیرونش نمیدونم همه چی به صورتی تغییر کرده. حتی لاواش هم تغییر کرده ها. نمیدونم اندرمنش هم تغییر کرده. دایموند. من چقدر تو این ویدیو باید خوش شانس باشم با اینکه کریتیوم. اینو خودم نمیدونستم. اینو تازه دیدم. نگاه کن اگه تو تاریکی باشی اصلا اینا رو نگاه چقدر شیدرش خوبه. و مه که داخل غار خودش ساخته. نگاه کن الان این تو دست من اصلا چی میده. شورشو میبین داره مثلا چی میشه. و این مه واقعا عالیه. یعنی بنازم این مه ها. همین الان سابسکرایب کن به خاطر این مه. هیچی ازت کم نمیشه. اکانت اینستاگرامم چیزای آموزشی زیاد داخلش نمیذارم. 2000 تا ساب داره. چجوری این نداره؟ لطفا ساب کنید. همین الان دکمه ساب رو بزنم. لایک رو میخوای نکن. خب اینو برمیدارم. خب بازم این انیمیشن داره. نگاه کن این بدبخت توش درصدش هم کمه بیادا. ولی خب افتاد پایین. دیدی دوباره چی داد؟ خب چیزای دیگه میخوام بهتون بگم بچه. مثلا دوباره چه خشتره. خب نگاه کن. اولا که من خودم این مه خیلی بهش توجه کردم و خیلی به شما حال میده. بازیتونم مثلا کمک نمیکنه مثلا بازیتون بد بشه، نه سخت بشه بازیتون با خاطر این مه واقعا بهتون حال میده. خیلی خوبه مه، خیلی خوبه بچه ها. راستی نگاه کن. تو رو خدا ساب کن. من خودم آتیش میزنم. خب بریم که چیزی داره بهتون معرفی نکرده باشم. میدونستین تو آب نمیسوزد. خب زیاد من از ویدیو نمیرم بیرون. باید چیزای داخل ویدیو رو بهتون نشون بدم و نمیدونم نمایش. بچه حدس بزنین دیگه چی مونده. نگاه من زیاد نمیتونم نشون بدم. ویدیو رو فوقش 15 دقیقه بکنم. فوقش ویدیو 15 دقیقه است. حالا نمیدونم. ایشالله ویو دار بشه. خب ما بریم چیزای دیگر رو بهتون نمایش بدیم. نگاه کن اگه داخل غار باشی اینجوری یا داری وارد غار میشی همین آبیه. مهش آبیه. و حتی میسوزی هم حتی چی داره حاجی؟ انیمیشن داره برای سوختن شدن. دوباره برمیگردیم با غار. دوباره نگاه چی شد. نگاه کن. نه قرمزتر شد. نه قرمزتر نشد. اوکی نگاه کن. خیلی عالیه. بدون لگ اجرا میشه. چی بذاریم دیگه بچه. خب یه چیزای دیگه هم هست که الان بهتون میگم. خب نگاه کنید ما میریم اینجا و کرافتینگ تیبل اینا تغییر کرده. خودتون برین نگاه کنید. دایموند و امرالد هم خب اینجا میبینید. چی ها دیگه باید تست کنیم. اینو که اینم انیمیشن داره. اینو برد میکنی نگاه کن الان چه اتفاق افتاد اینجا. مثل من یه بار دیگه بهتون نمایش بدم. خدایی همین حال میده.
بچه چیز دیگه که میخوام بهتون معرفی کنم و حدس بزنید این یکی از مهمترین چیزاییه که میخوام بهتون معرفی کنم. خب بریم ما بدراک ورداریم. اینم بدراک اینو اینجا نصب میکنیم. بوم، نگاه کن گرافیک و بهترین گرافیک و خیلی باحاله حاجی، خیلی گرافیکش باحاله حاجی. مودو داخل کانال تلگرامم میذارم. کانال تلگراممو ندارید برید داخل بیوی پیجم، اونجا شرحی که نوشتم و اون لینکر شاید نتونید بزنید روش، برید داخل اون لینکر رو کپی کنید، نتونستین یه عکس ازش بگیرید ببرید داخل گوگل میشه. بعد اون چیزو موقع عکس گوشت جستجو میکنین رو اون کلیک کنین، بزنین کپی کردن، برین داخل تلگرام سرچش کنین و میاره، یا شاید هم تو گوگل میاره. بریم چیزای دیگر رو بهتون توضیح بدیم بچه ها. چی دیگه میخواین براتون توضیح بدم؟ خب با بهترین مود طرف شدیم ما. دروغ بگم چرا ساب نمی کنی؟ چرا ساب میکنی؟ آفرین. پیج این اینستاگرام هم 2000 تاست، بعد تو ساب نمی کنی؟ این 100 تا فقط داره، چجوریه؟ ساب کن. خب دیگه میخوای چی برات توضیح بدم بهتر از این؟ یه چی برات توضیح دادم بهتر از این؟ خب خدافظ. لایک سابسکرایب کن، گذاشتم داخل